امام حسن بصری میگه ای انسان یک لحظه فکر کن، این آیه مبارکه متوجه میسازد که ای انسان کبر برای تو نمیزیبد. اگر قلب سالمی داشتی، قلب خاشعی داشتی، اخلاص کاملی داشتی، ارتباط با الله برقرار بود، ارزش داری. مگر در غیر از او اگر ایمان و اخلاص و تقوا در وجود نبود؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. انسان تبدیل می شود به یک چارپا، به یک حیوان. بل هم اضل، بلکه از هم پستر می شود. درست است دو تا پا داره، دست داره، چشم داره، گوش داره، راه میره، در روی زمین می نشینه، مانند دیگر انسان ها می خوره، حرف می زنه. اما قرآن میگه بعضی از انسان ها از حیوان هم پستر می شوند. اولئک کالانعام. ببینیم در قرآن مثالی که انسانهای پستر میزنه، خدای تبارک و تعالی وقت انسانهای پستر بیان میکنه میگه مثله کمثل الکلب. کلب چی است؟ مثل از این مثل مثل سگ. مثله کمثل الحمار، مثل خر. اما ادامه آیه میگه اولئک کالانعام، اینها وقتی تبدیل به حیوان میشن بل هم اضل، بلکه از حیوان، از کلب و حمار هم پستر میشه. به این است که این آیه مبارکه متوجه میسازد که لعنت شده آن انسانی که کفران نعمت میکند، نعمت الله را نمیشناسد، اصلیت خود را فراموش کرده. این آیه میگه با ابو جهل و ابو لهب و امیه و عتبه و شیبه بگو که من ای شیء خلقه، از چی چیز آفرید الله شما را؟ شما را از چی آفرید که عبدالله ابن ام مکتوم را نیافرید؟ چی شده تو ابو جهل را که ابو جهل میگفت به یک شرط ایمان میارم که باید بلال و صهیب و اینها از دایره اسلام بیرون بشن. جلسه ای که بلال و صهیب و سلمان فارس نشسته باشه، میگفت من ابو جهل بیایم در کنار این غلامان بنشینم؟ الله سبحانه و تعالی میگه بگو من ای شیء خلقه، از چی چیز شما را الله خلق کرد که شما کبر میکنید؟ غرور و تکبر شما و خودخواهی شما جهان را گرفته. از چی چیز؟ الله میگوید من ای شیء خلقه، از چی چیز آفرید او را؟ من نطفه، از یک نطفه، از یک قطره آب. خلقه، خلق کرد او را. فقدره، بعد از آن چه کار کرد؟ اندازه کرد او را. ارتباط به قدره، مفسرین میفرمایند ترتیب اعضا به اسلوب خاص هست. یک لحظه انسان فکر کند که الله سبحانه و تعالی این انسان را به چه زیبایی، با چه اندازه زیبایی الله خلق کرده. همین دستی که من و شما مشاهده میکنیم 5 انگشت داره، یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. اگه اینها همه برابر می بود خیلی انسان به مشکل گیر میکرد. اما خدای تبارک و تعالی به همه اندازه، قد، قامت، چقدر این اندازه الله قرار داده. تا سن 25 ساله و 30 ساله میبینیم طفل رشد میکنه. اگر بر رشد که تا 25 و 30 انسان داره همین رشد تا 70 سالگی داشته باشه، چگونه قد و قیافه خواهد کرد؟ این الله سبحانه و تعالی میگه خلقه، آفرید که او را. فقدره، اندازه کرد. ترتیب اعضا به چی؟ به اسلوب خاص، به یک روش خاص. این کار الله است. یا اینکه وقت طفل در بطن مادر قرار میگیرد، در بطن مادر وقتی قرار گرفت، بعد از اینکه نطفه هست علقه می شود، بعد از علقه مدغه می شود، بعد از مدغه روح می آید. یا ایها الناس، آیه مبارکه هست که من نطفه من علقه ثم من مدغه مخلقه و غیر مخلقه. اول نطفه هست، بعد علقه می شود، باز مدغه هست، به همین ترتیب روح داده می شود. همه ما و شما این مراحل را طی کردیم. همه انسان ها. الله سبحانه و تعالی وقتی که این انسان را در بطن مادر زنده می کند،
فقدره اندازه می کند او را. یعنی چی؟ یعنی 4 چیز ملک می رود آنجا می نویسد. 4 چیز چیست؟ چگونه و چی کاری در دنیایی انجام می دهد، چقدر عمر می کند، چقدر روزی برایش داده می شود، و 4م این که این سعید است یا شقی، خوشبخت است یا بدبخت. این 4 چیز در بطن مادر. خلقه فقدره ثم السبیل یسره، پس از آن راه را بر وی آسان می کند. الله سبحانه و تعالی نعمتها را یکی پی از دیگر را بیان می کند که این انسانهای ناسپاس، انسانهایی که کفران نعمت می کنند، اینها متوجه باشند که نعمتهای الله سبحانه و تعالی چقدر برای اینها رسیده. ثم السبیل یسره، مفسرین می فرمایند ثم السبیل یسره ای یسر علیه سبیل الخروج من بطن الام. وقتی که از مادر تولد می شود، الله این راه را برایش آسان می کند. این طفل به فرمان الله به دنیا می آید. باید ابو جهل، ابو لهب و امیه و شیبه و عتبه باید متوجه باشند از همان راهی که اینها به دنیا آمدن، از همان راه خلاصه انسانهای مظلوم و محروم و مستضعف و اینهایی که به نظر ندارن همه از یک راه. ثم السبیل یسر. انسانهای متکبر، انسانهای خودخواه و انسانهایی که غرور دارن و مستضعفین و مظلومین را مد نظر ندارن، آیا اینها از ران مادر به دنیا می آین؟ که نمی آین. آیه مبارکه است ثم السبیل یسره. اطباء خوب می دانند وقت طفل در بطن مادر هست، این آیه مبارکه که می گوید بعد از آن که این نطفه در بطن مادر قرار گرفت، از نطفه به علقه و علقه مدغه و بعد از مدغه تبدیل به یک طفل شد، ثم نخرجکم طفلا. حالا وقت بیرون شدن اطباء میگویند که سر طفل رو به طرف سینه مادر هست، پا رو به طرف پایین هست. اما نزدیک تولد که می شود، نزدیک تولد که می شود، ناگه طفل خود را دور می دهد. ثم السبیل یسره. این کار خدا هست. ثم السبیل یسره. اطباء می دانند که اگر این طفل نچرخد و سر به پایین نیاید، عواقب خطرناکی دارد. ضایع شدن طفل و مادر طفل هست. این خدا هست که برای این طفل به بطن مادر آواز می دهد که بگردان خود را، دور بده. ثم السبیل یسره. ارتباط به این آیه مبارکه وقیل، بعضی گفته شده یسر علیه سبیل الخیر و الشر. اصل معنا که همین را بیان کردن بود. بعضی می فرمایند که خدای تبارک و تعالی می گوید ای انسان ها، راههای خیر و شر را برای شما آسان کردم. خیلی آسانه. چگونه آسانه؟ نعوذ بالله من ذلک همه مسلمان ها برن کافر شن، همه کافر ها بیاین مسلمان شن، کار ساده هست. اما این که بدبخت کافر نمی آید مسلمان نمیشه، خیلی بدبختی از خودش هست. خیلی ساده و آسانه. الله سبحانه و تعالی میگه راههای خیر و شر آسانه. خیلی آسان، خیلی آسان. کسی خیر را انتخاب میکنه، خیلی آسان شر. الان شما نماز را انتخاب کردید و خیلی انسانهای بدبختی هستن که تفریح و بالآخره بینمازی را انتخاب کردن. الله میگه هر دو آسانه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواه که مؤمن بشه، کسی میخواه کافر بشه، کسی میخواه فاسق بشه، کسی میخواه با تقوا بشه، ولی متوجه باشه که هر دو پاداش داره. ظالم هم پاداش ظلم خور میبینه و مؤمن هم و عادل هم پاداش عدل و تقوا و پرهیزگاری خود را. بناهن خودت هستی ای انسان که الله راه خیر را آسان کرده، راه شر را آسان کرده، که حالا به خیر میری یا به شر، خوبی را انتخاب میکنی یا بدی را، ثواب را کسب میکنی یا گناه را.
این به دست خود انسان هست. خود خواهر وقتی که بی‌حجاب بشه، لباس بی‌حجاب برای خود بخره و بپوشه، چکار شده؟ راه شر را انتخاب کرده، راه جهنم را انتخاب کرده. اما یک زنی که با حجاب اسلامی و لباس حجاب اسلامی را برای خود مهیا میکنه، راه بهشت را برای خود انتخاب کرده. هکذا هر کدامی که بالآخره قیاس کنیم به همین ترتیب. جوان مسلمان بالا میشه به یک دکان کسید فروشی، یک سخنرانی یک عالم و بالآخره را برای خود میگیره، یا اینکه خدای نخواست یک فیلم مبتذل، فیلم اسلامی را گرفت رای خیر، فیلم مبتذل را گرفت رای شر. خدا میگه ثم السبیل یسره، و بعد از اینکه به دنیا آمد راه برایش آسان هست، رای خیر و رای شر. اما متوجه باش که یک راه بهشت هست، یک راه جهنم هست. پشت تلویزیون نشسته هستی، کنترل دست تو هست، حالا خودت هستی که برنامه اسلامی میبینی یا برنامه خیر، برنامه جنتی میبینی که جنت بروی تو باز بشه، یا این که برنامه جهنمی. اگرچه متاسفانه برنامه های اسلامی و جنتی خیلی کم هست، باز هم نادیده نمیگیریم. هست برنامه های اسلامی، چی رسانه های صوتی و تصویری هستن، برنامه های اسلامی دارن. بناهن این خودتو انسان هستی که چی انتخاب میکنی. ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبر. نعمت دیگر این هست که بعد از آن اماته بمیراندنش او را الله میمیرانه، فاقبره زمینه قبر را فراهم میکنه. یک نعمت هست. الله سبحانه و تعالی به خاطر کرامت انسانیت، به خاطر احترامی که به بنی آدم کرده، اینه که مانند دیگر حیوانات که انسان مرد گوشه یور نمی اندازن، اور احترامانه میبرن به قبر میکنن، دفن میکنن، دعا میکنن. این نعمت الله است که ای انسانی که تو کفران نعمت میکنی و الله را و نعمتهای الله را فراموش کردی، بدان که الله برای تو این همه نعمت را ارزانی کرده. ثم اذا شاء انشر. بعد از آن هر وقتی که بخواهد انشر، از قبر بیرون میکنه. الله است که مردگان را از قبر بیرون میکند. کلا، نه، لما یقضی ما امره، هرگیز عمل نیاورد و عمل نکرد ما امره، و او چیزی که الله امر کرد. الله برای ابو جهل و ابو لهب امر کرد که مرا پرستش کنید، لات و عزا و منات و هبل و فلان را رها کنید و بگویید لا اله الا الله. اما اینها نگفتن. الله میگه نه، این همه را برای اینها که بیانم بکنی، لما یقضی ما امره، هرگیز انجام ندادن ما امره، او چیزی که الله امر کرده. باز الله سبحانه و تعالی تا به اینجا که پیدایش و مرگ انسان را بیان کرد، از این آیه شروع میکند به بیان اسباب بقا و زندگی انسان، که ای انسان دیگر نعمتها را متوجه باش. چرا کفران نعمت میکنی؟ چرا خالق را فراموش میکنی؟ چرا رازق را فراموش میکنی؟ چرا میری بی پیش غیر الله گردن کج میکنی؟ چرا؟ فلینظر الانسان. پس باید که نظر کرد انسان الی طعامی، به سوی طعام خود. طعام میخوریم، این طعام از کجا آمده؟ انا صببنا الماء صبا. الله می فرماید ما ریختندیم آب را به یک ریختنی، ثم شققنا الارض شقا، ما باز شگافتیم زمین را به یک شگافتنی. گیاهی با این ضعیفی زمین را میشکافه، بیرون میشه. دانه گندم وقتی به زمین پاش میدیم، وقتی سر بیرون چقدر ضعیفه، اما زمین را میشکافه. این توان داره؟ فکر کن که این به قدرت الله هست. الله میگه این گیاه ضعیفی که زمین را میشکافه و سر بلند میکنه، این را ما دستور دادیم. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا. پس رویاندیم در آن دانه های و عنبا و انگورهای رنگارنگ نوش جان میکنی، ولی متوجه نشدی که ای از کجا هست. و قضبا و سبزیجات رنگارنگ را تناول میکنی، ولی ندانستی. اما میری پیش لات، پیش عزا، پیش منات، پیش غیر الله سرخم میکنی. چقدر انسانهای بدبخت و شقیه هستند که رب خود را فراموش کردن.
خالق خود را فراموش کردن. و قد با سبزیجات و زیتون و نخلا و خرما و حدائق و باغهایی که غلبا پر از درخت هست و فاکهتا و میوههای و ابا علفچرها. الله میگه تنها برای شما ما نعمت ندادین و ابا علفچرها. این بارانی که این روزها آمد اینها در دشت و کوه بارید به خاطر کی؟ متاع لکم، اینها متاع است برای شما، ولی انعامکم برای گوسفندان شما، برای حیوانات شما، برای شتران شما و خلاصه برای چارپایان شما. الله غم اینها همه را خورده ولی انسان کفران نعمت می کند. بعد می فرماید که ای انسان ناسپاس، در دنیا هر ناسپاسی متوجه اول خود که در بطن مادر چگونه بودی نشدی، چگونه آمدی نشدی و چگونه زندگی کردی و نعمت برای تو رسید نشدی. اما متوجه باش که آخری هم هست، متوجه باش که آخری هم هست. آخر چی وقت است؟ فاذا جاءت الصاخه، آن هنگامی که او لحظه می آید که گوش خراش هست. قیامت را به دست کم بر نداریم، صحرای محشر را به دست کم بر نداریم. خیلی سخت سروران عزیز و بزرگوار. آیه مبارکه اول سوره حج می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، بترسید از پروردگار خیش. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم. همان از زلزله قیامت، تکان دهنده قیامت، انفجار قیامت یک شیء عظیم هست. الله چقدر بزرگ هست. این عظیمی که الله میگوید خدا بهتر میداند چی لحظه خواهد بود. و بعد میفرماید شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت و تدع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. هنگامی که قیامت به پا می شود، طفل چقدر عزیزه، طفل در سینه مادر هست، مادر طفل را به او طرف دور می اندازد. تذهل كل مرضعة اما ارضعت و تدع كل ذات حمل حملها. و زنهایی که حامله همه سقط جنین می کنن. اینها چیست؟ حملت حملها ذات حمل. آیه مبارکه تذهل كل مرضعة اما ارضعت و تدع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. فکر میکنی که مردم ها همه مستن و ما هم بسکارا، مست نیستن، ولكن عذاب الله شدید، عذاب خدا سخت است. القارعة ما القارعة، چقدر؟ و تکون الجبال کالعهن المنفوش. این کوهایی که چقدر سخته تبدیل به پنبه حلات شده می شود. اذا وقعت الواقعه لیس وقعتها کاذبه. روز قیامت روز دروغی نیست، آمادنی هست. اما سران کفار باید متوجه باشند که اگر به خدا و پیامبر ایمان نیاورند، همچون ابو جهل و امیه و عتبه و شیبه، خسران ابدی دامنگیر ایشان هست. ان زلزله الساعة شیء عظیم. این آیه میگه فاذا جاءت الصاخه. ای انسانی که کفران نعمت کردی، ای انسانی که نعمت الله را فراموش کردی، متوجه باش پس وقتی که بیاید صاخه، لحظه و صدای دلخراش، او روز چگونه هست؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. الله اکبر. او روز فرار می کند از کنار شخص، فرار می کند مرد، فرار می کند شخص من اخیه، از برادر خود، از کنار این برادری که
این برادری که عزیز تو هست، این برادری که او را چقدر دوست داری، به صحرای محشر از کنارش فرار میکنی. و امه و فرار میکند از کنار مادر خیش، و ابیه از پدر خود، و صاحبته همچنین از کنار همسر خود. زن از کنار شوهر فرار میکند و شوهر از نزد همسر فرار میکند، و بنیه و فرار میکند از کنار اولادها. لکل امرئ، از برای هر شخص از ایشان در آن روز شأن یغنی، حالتی هست که همان حالت اونها را فقط مشغول و بینیاز دارد، به دیگر کسی سر و کار نمیگیرد. اما در آن روز انسانهای شایسته، انسانهای نیکوکار همچون عبدالله ابن ام مکتوم و پیروانش که الحمدلله من و شما هستیم، پیروان واقعی رسول معظم اسلام، کسی که میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. تو برادری که به هوای سرد آمدی، و تو خواهری که آمدی، و تو موسفیدی که از لحظاتی که در آنجا به خاطر الله نشستی، میدانی به این اخلاص و این پاداش به صحرای محشر چگونه میایی؟ وجوه، در آن روز یومئذ، روحایی که در آن روز مسفرتون، تابان هست، ضاحکتون، خندان هست، مستبشرتون، شادان هست. برای مسلمان واقعی به صحرای محشر وقتی که حاضر میشه، چهرهش نورانی، شادان، خندان، مسرور، خوشحال و خوشوقت است. در دنیا اوامر الله را درست به جا کرده، نواهی الله را درست ترک کرده، اطاعت از الله کرده و فرمانبرداری رسول الله را نموده. به صحرای محشر می آیه در آن روزی که وجوه یومئذ، روحا در آن روز مسفرتون، تابان هست، ضاحکتون، خندان، مستبشرتون، شادان. اما انسانهای بدبخت، انسانهای شقی، پیروان ابو جهل و ابو لهب و امیه و عتبه و شیبه، خیلی دل آدم به کفار می سوزد. اما ما و شما هم دعا کنیم خدا آخر ما را خوب بگردانه. لحظاتی که از دنیا میریم، ای الله آخرین کلام ما را لا اله الا الله محمد رسول الله بگردان. برای کفار خیلی سخته. و وجوه، و روحایی که یومئذ در آن روز علیها، بر آن روحا غبره، سیاهی هست، تاریکی هست، زشتی هست. کفار در آخرت بسیار روحای زشت و سیاهی دارن، او کفرشان به سیاهی تبدیل میشه. ترهقها قطره، بر علاوه که روحایشان سیاه است، اعمال کفری که انجام میدادن، ترهقها در برگیرنده است، فروگیرنده است، اطرافشان را قطره، سیاهی، یعنی سیاهی بر اونها غالب میشه، اطرافشان همه تاریک هست. اینها کیا هستن؟ اولئک هم الکفره، این گروهی که سیاه رویان، اطرافشان تاریک هست، کسانی که نعمت الله را نشناختن، نعمت را الله داده و رفتن از غیر الله تشکری کردن. اولئک هم الکفر، اینا کفار هستن. و اولئک هم الفجره، اینها فاجره هستن. وقت ما تمام شد. به طور خلاصه کفره کی هست و فجره؟ انسانهایی که عقیدیشان خراب باشه، اینها کفره هستن. مثل یهود که عزیر ابن الله میگه عزیر بچه خدا هست. مثل مسیحی ها که میگه مسیح ابن الله، مسیح بچه خدا هست. یا این که به خدا چیزی شریک گرفتن، این عقیده خراب میشه. بناهن این اولئک هم الکفر. اما فاجر چی شخصی هست؟ کسی که عقیده خوبی داره اما اعمال کفریه انجام میده. وقتی اعمال کفریه انجام داد، این انسان هم اگر توبه نکنه، به صحرای محشر در کنار کفار روش سیاه هست و اطرافش هم تاریک هست. این بود سروران عزیز و بزرگوار، به طور خلاصه و فشرده بحث سوره عبس و تولا بود که پیامهایش من انشاءالله که این سوره چی پیامی داره برای دنیا، برای جهانیان، برای همه. انشاءالله به هفته آینده پیامهای این سوره مبارکه را بیان میکنیم. الله سبحانه و تعالی
ما و شما را به صحرای محشر از جمله گروهی بگردانه که وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشره باشه. خدای تبارک و تعالی در آن روز روحای همه ما و شما را سفید بگردانه. اللهم اغفر موتانا و موت المسلمین و سلم مسافرنا و مسافر المسلمین واشف امراضنا و امراض المسلمین واقض حاجاتنا و حاجات جميع المؤمنین برحمتك یا ارحم الراحمین.